بعضی وقت میفرستوندن بیار سمریز یا اینکه بعد شناسنامه میفرستن فروشنده ها. محمود خان ایشانخان فرزند استا است. پدری او در شهر استرافشان خانه‌های مردم را می‌سازد. محمود خان همچون یاردمچی پدر زود برای گرفتن مسائل ساختمانی به مغازه می‌رود. میگوید پیشتر فروش مسائل ساختمانی از جمله میخ در مغازه ها آزاد بود، ولی اکنون محمود خان وقتی آمدن به مغازه مسائل ساختمانی شناسنامه میگیرد. برای چی گفته پرسیدیم، گفتند خیر ما نمیتونیم، از وزارت گفتن که همین خیلی شود. نام نویس میکنند کی نام و فامیل سری پاسپورت رو نوشته میگیرند. ترتیب فروش بعضی انواع محصولات ساختمانی با شناسنامه بار اول سال 2017 جاری شده بود، اما به گفته بعضی فروشنده ها تا ماه ینور امسال آن چندان جدی گرفتن نمیشد. مشاهده ما در چند مغازه فروش مسائل ساختمانی در ناحیه رودکی نشان داد که فروش میخ پیشدار و یا ثمرز بدون شناسنامه منع شده است. هیچ یک از فروشنده ها حاضر نشدند که در نزد دوربین صحبت کنند. آنها در صحبت های بدون ثبت گفتند که این طلبات قبلا نیز بود، ولی بعد از سال نو یعنی بعد از ماه ینور آن جدی‌تر گرفته شده است. یکی از فروشنده ها گفت ناظران منطقوی هر مدت آنها را نظارت میکنند تا ببینند که آنها میخ و یا میخ پیشدار را بدون شناسنامه فروختند و یا در اساس شناسنامه. به گفته این فروشنده آنها از هر نفر شناسنامه‌اش را طلب کرده میگیرند و در دفتر سراغه نامناسب و چند کیلو میخ و یا میخ پیشدار خریدن او را قید میکنند. اکنون ناظران منطقوی به فروشندگان مسائل ساختمانی هشدار دادند که در صورت بدون شناسنامه فروختن میخ آنها جریمه هنگفت و یا حتی حبس مأموری خواهند شد. مقامات نه سال 2017 و نه حاضر مسئله را رسما شرح نمیدهند. یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش به رادیوی آزادی گفته بود تصمیم با هدف پیشگیری از وقوع حادثه‌های تروریستی در کشور گرفته شده است. فروشنده های همصحبت ما هم گفتند با آنها گفتند از میخ امکان دارد بمب ساخته شود. ترتیب فروش مسائل ساختمانی با شناسنامه اساساً در منطقه ها جدی گرفته شده است. در مغازه های فروش مسائل ساختمانی در دوشنبه چنین چیزی مشاهده نمی شود. چند سال پیش در برابر میخ این چنین خریداران گاز مائع، کیسلاراد و کربیت را هم نام‌نویس می‌کردند. نهادهای قدرتی تاجیکستان همساله از پیشگیری عملهای تروریستی در کشور خبر می‌دهند، هرچند شبهه و گمان‌ها به حرف‌های مقامات کم نیست. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.